در جستجوی گذشته. در سالهای دوری و مشتاقی به یاری آنها که آتشی نهفته در سینه دارند تلاش بسیار شد تا از نشانه ها و سنگ نوشته های شماری از کاروانیان چهره در خاک نهفته عکس تهیه شود. خاوران زخمی خونچکان است، اما نباید فراموش کرد که این تن زخم‌های کهنه‌تری نیز بر پیکر خود دارد. خاوران تاول زخمی است که بر دل ایران نشسته است. در فاصله‌ای نه چندان دور از خاوران، در مسکرآباد که اکنون پارک فدایان اسلامش نام نهاده اند، زیر دیوارهای تازه بالا کشیده شده آن شماری سنگ قبر بازمانده از تیربارانهای پس از 28 مرداد یافت شد که در امان مانده و نابودش نکردند. در گوشه‌های پنهان ابن باویه و امامزاده عبدالله نیز خفتند آنها که سینه‌هایشان در سحرگاهان مشبک شد. همچنان که قربانیان جنبش چریکی و توده‌ای 2 دهه 1350-1340 نخستین به خون خفتگان به خاک سپرده شده در بهشت زهرا بودند. از جزنی و عباس مفتاحی و کتیرایی تا هوشنگ تیزابی و حکمتجو، نسل تازه‌ای در ایران رویده است که می‌خواهد گذشته خیش را باز شناسد و در جستجوی آن است. مجموعه عکس‌هایی که در این بخش می‌بینید از دفتر اولیه حزب توده ایران در خیابان فردوسی مقابل بانک سپه تا حمله و غارت این دفتر پس از ترور ناتمام شاه در سال 1327، از تظاهرات حزب توده ایران در 30 تیر و در مخالفت با برکناری دکتر مصدق به فرمان شاه و روی کار آمدن قوام السلطنه تا روز کودتای 28 مرداد و سالهای پس از کودتا را شامل می شود. این گزارش تصویری ادامه این زخم خونچکان تا انقلاب 57 و سپس سالهای بازگشایی دفتر مرکزی حزب توده ایران و سپس یورش به این دفتر در خیابان 16 آذر در جمهوری اسلامی و تبدیل آن به یک مرکز مذهبی را نیز در بر می‌گیرد. این تصاویر حاصل آن تلاش و جستجوی نسل جدید ایران است که در پی هویت و گذشته خویش است. امیدواریم این مجموعه نیز در آینده کامل شود.
که حزب توده ایران خیانت کرده در هیچ محکمه جمهوری اسلامی ثابت نشده است. ما حاضر هستیم در هر محکمه از طرف همین جمهوری اسلامی به ریاست شخص شما شرکت بکنیم برای اثبات اینکه این اتهام یک افترا بیشتر نیست. اجازه بدید که زودتر محکمه رو تشکیل بدم. هر چه زودتر. ما اینو خواستیم از شما. ما همونطوری که گفتیم جلوی مردم ایران ما حاضر هستیم در هر محکمه صالحی که الان محکمه سیاسی تشکیل بشه تمام سیاست حزب توده ایران رو در تمام دوران قبل از مصدق، از اون روزی که حزب توده ایران تأسیس شده است، با تمام نقاط ضعفش و نقاط قوتش مورد بحث قرار بدیم. رأی محکمه هر چی شد ما حاضر هستیم که اون وقت احترام بذاریم اون. پس امیدوار هستیم که این مسئله رو اقلا رعایت بشه که تا وقتی چنین جریان نشده افترا و اتهامی که واقعا وارد نیست زده نشه.